هلو گایز، سلام خیلی خوش اومدید به این ویدیو. قرار امروز بریم یه ویدیو دیگه داشته باشیم و این ویدیو همونطور که خودتون میتونید توی یوتیوب ما داشتیم فعالیت میکردیم که ما یه ویدیو از PS21 گذاشتیم، خیلی ویو گرفته و هنوز هم داره ویدیو میگیره و خیلی خیلی خوبه و دارم میگم که بچه‌ها اگه این ویدیو رو تو آپارات نگاه میکنید لایک کامنت فالو یادتون نره و توی کانال یوتیوب زیر ویدیو آپارات گذاشتم و اگه توی یوتیوب دارید میبینید لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره و کانال آپارات هم زیر ویدیو یوتیوب گذاشتم. ویدیو از چه قرار بریم توی مستر لیگ، همونجوری که PS22 داشتیم قرار بریم PS21 مستر لیگ. این بار نجات منچستر یونایتد. حتما تا آخر ویدیو با ما باشید و میخوایم با رایان گیگز اسطوره منچستر یونایتد ولزی به قرار بریم ادامه بدیم. پس بدون مسئله بریم سراغ ویدیو. لیتس خب دوستان گرامی، برگشتیم بریم سراغ مستر لیگ، بزنیم سراغ بریم چی میگم آخر. خب صدر رو انتخاب میکنیم و صدر پریمیر لیگ به نظر کدوم تیم؟ میخوام یونایتد دیگه، تا آخرش اومد یونایتد برمی‌داریم. کو یونایتد دیدم ببخشید، یونایتد رو بذاریم برداریم. این یونایتد اوکی. به نظر من رایان گیگز رو میخوایم برداریم بچه‌ها، ولی بهتون نشون میدم اینا تمام مربیای PS هستن. PS21 تو اینا میبینی که نمیدونم اینا کیانا نمیشناسید، آخر کامنت بنویسید که ببینید ببتور و ماتئوس و گولیتور مثلا همه هستن، رابرت کارلوس، زیکو، روماریو، مارادونا، لمپارد. ما رایان گیگز رو 100% انتخاب میکنیم که رایان گیگز به نظرم بهترین انتخاب. بریم سراغ کریر. خب اینم اسمش هم که ولزیه رایان گیگز و همین تموم دیگه. بزن برای جمعت کرد. خب اوکی، همه چی خوبه. اینا فقط 8 دقیقه کنم، همه چی عالیه. 8 دقیقه کنیم گیم پلی رو، خیلی زمان نبره، خیلی هم کم نباشه، خیلی هم بیشتر نباشه، که به نظر معقول 8 دقیقه که بریم. بخشید آره اوکی. خب معرفه رایان گیگز رو میبینیم. معرفه آقای رایان گیگز اینجا دارن نشون میده. آقای رایان گیگز داره ببینید. آقا دیگه مسخره بازی در نیاد، مسخره بازی نداریم والله العظیم، مسخره بازی نداریم که نداریم. خب دوستان گرامی، اینجا نشستن های رایان گیگز. بذار دومی میزنیم که میریم سراغ اروپا، یعنی تو سمت اروپا چمپیونز لیگ بیشتر فعالیت خواهیم کرد. بریم سراغ مطبوعات. خب دوستان گرامی، برگشتیم برای عکس عزیز. خب میبینیم که ببینید آقا نیکس نمیزنیم فعلا، تا هیچ کاری دستمون نیست. بازی های اولی لیگ فکر کنم دوستانه باشن، اینا رو رد خواهیم کرد، چون حالا شاید بعضیاشون شما میبینید 100%. چند تا نقل و انتقالات نیاز داریم واسه تیم. بذار ببینم توی ترکیب مثلا چی نیاز داریم. خب اول بریم سراغ نوتیفیکیشن. خب میریم بیرون. آره هرچی، فقط خواستم قیمتا رو ببینم. اوکی، این از ترکیب ماست. اوکی، ترکیب زیبایی داریم. از گلر دخا چرا بیرونه؟ من نمیدونم دخا رو کی انداخته بیرون. ببینم تو. خب این از دخا. دفاع نیاز داریم، دفاع خیلی نیاز داریم، 2 تا دفاع نیاز داریم واقعا. بعد بذارید ترکیب خودم رو درست کنم. 2 تا دفاع نیاز داریم اینجا. میساکا میذارم اینجا. خب گفتیم دیگه 2 تا دفاع و آره بذار اینجا کامل درست کنیم. ترکیب من اشتباه شده. یه دونه بگم هافبک. آره یه دونه هافبک نیاز خواهیم داشت، چون نیاز داریم یه هافبک خوبم. بذار کامل یا DMF. اوکی، تو بیرون بیا. بکنم گرین‌وود باشه. آره گرین‌وود هست. اوکی گرین‌وود بیا، جاشو و رشورد رو عوض کن. بیاید کاملا لفت وینگ رایت وینگ شین. خوبان جان تو هم بیا. این از ترکیب ما شد. خیلی ترکیب خوبی به نظرم. اینم ترکیب خوشگلی که چیدیم. به نظر من خوبه ترکیب. نظرتو بگید که چه اتفاقی قراره بیفته. خب گفتم دیگه هافبک 2 تا دفاع. بریم سراغ که ببینیم یه بازیکن میتونیم بخریم دفاع یا نه. اگه نشه نمیدونیم دیگه چرا کنیم دیگه. با همین جوری بودجه‌مون هم خیلی بد نیست. 18
میلیون 18 میلیون. آره بودجه خیلی کم و خیلی خیلی زیادی هم نیست. میتونیم حتی آره اول از آرسنال شروع میکنیم بچه‌ها. ببینیم دفاع خوب دارن. نه دفاع درست حسابی نداره آرسنال. خیلی وضعشون خرابه داشت. من بیان مدافعمون بهتون بدم خیلی ضعیفن. این آرسنال خیلی ضعیفه این فصل و میدونم اگه دوست داشتید بیایید آرسنال هم نجات بدیم. اگه این وضع باشه خیلی ضعیفه. اگه خواستین آرسنال هم نجات میدیم توی PS21 و در سال 21 در سال 2021 اگه دوست داشتید بگی که نجات بدیم دوستان. اوکی آقا من به نظرم ساویچ خوبه ها. دفاع وسط خوبیه. قلدری هم هست. دفاع وسط 29 ساله. سن معقولی هم داره نسبتا. همین سنی که خودمون سرچ کردیم. ولی سن خوبیه. بذار ببینم کسی دیگه نیست. نه به نظرم همین ساویچ رو بخریم بهتره. فکر کنم ساویچ هم بیاد که حالا دیگه یه مدافع خوب میتونه بگیریم. آره خیلی قیمت مناسبی هم داره. 3437 که همینو بهش پیشنهاد میدیم. به نظرم بیاد. کنم آره دیگه بیاد. سی بی 29 از 29 تا 29 خوش میگیرم. اوکی آقا بذارید من برم چه گیم پلن بچینم کامل تاکتیکامونو بچینم و ببینم چی از چه قراره. تاکتیک نمیتونم بگم. اوکی اسکیپ میکنیم اولین بازی. حالا فصل که آرسنال دوباره با آرسنال بازی کردیم یکی خوردیم. این نمیدونم آقا اینو واقعا من توی PS6 نفهمیدم. اینو اگه میدونید بگید داخل کامنت. واقعا نمیدونم یعنی اینو کاملا اصلا هوشیاری نگوش انگار. اوکی تا اینا رو رد میکنیم. به نظرم رد کنیم تا بیاین. خب آقایون داشترا رد نکردیم گفتم حالا رد نکنیم. این داداشون که پنج نپذیرفته ولی آقای ساویچ مونتنگرویی پذیرفته و به نظرم بهتره که آره دیگه اومد داخل تیممون و به نظرم خیلی خوشگل و خیلی زیبا که یکی از دفاع وسطی خوبمون باشه و نمیدونیم که 29 سالشه میتونه پیشرفت کنه میتونه پیشرفت نکنه. خب آقا من یه اسکیپی زدم اینجا میخوام به رودیگر. آره یه پیشنهاد سنگین به آقا رودیگر بدم. آقا رودیگر پیشنهاد خوب توپل. اگه رودیگر جان قبول کنه یه به رودیگر میدم. اگه قبول نکنه یکی دیگه بدم چون چلسی دفاع وسط نداره. خیلی اینجور تیما نمیدن. اندیدی نه ما از 24 تا 28 سال انجام دادیم. میخوام برم هافبک. بچه‌ها نظرتونه بریم هافبک بریم CMF؟ آره نظرم بریم هافبک بخریم ببینیم کدوم هافبک. به نظرم یه هافبک در حد بگیریم دیگه خیلی خوب باشه وسطا جمع کنه همراه با پوگبا و کیمیزیش مگه رایت وینگ نیست. اوکی CMF کوواچیچ رو داریم. نه به نظرم خوب نیست. اوورال خیلی کمه. یه اوورال بد خیلی بده خوب نیست دیگه. حالا همینونه در نظر بگیریم. فعلا من همین ایندی این میتونه هافبک باشه. فکر نکنم آقا خوب باشه. اگه هافبک بخوایم میتونیم هافبک بخوایم بازی بدیم ولی نه میخوام بازیکن خوب باشه. بازیکن رودری رو داریم. یه رودری شده بدیم شده با برنارد سیلوا. کدوم پیشنهاد میدیم؟ رودری رو میدم آقا. رودری پیشنهاد میدم. چنده 8 9 میدم. 3 ساله 10 میدم. آقا 3 ساله 10 میدم. نه 2 ساله بخوام. آره تمام. ببینم با 10 راضی یا نه. یعنی 4 میلیون کنن از بودجه میمونه که خیلی واسم بده ها ولی تو ضرر کاملی مگه قبول کنه ولی به نظرم خیلی هافه که در حدیه. اوکی یکیچ میلانو بردیم که برای جدول سر جدول ولی مهم نیست. خیلی حساسه به نشان نخواهیم داد. خب بازی بعدیم رئاله که حالا به هیچی اسکیپ میکنیم. من ببریم ببازیم دوم شیم سوم شیم چهارم شیم هر چی مهم نیست. این جام و گفتم که نمیدونم چه جامی هستش. خب آقای ساویچ معرفه میشه. ساویچ مونتنگرویی ببینید معرفه میشه و میاد توی تمرین. این از بازیکن اولم که معرفه شد و آقای کریستیانو رونالدو رو میبینیم. رونالدو اوکی بذار ببینیم پیشنهادمون رو قبول کرده. آقای رودیگر رو میبینیم. رودیگر قبول نکرده. بله رودری اونم قبول نکرده. بسیار بسیار عالی. و مایتین میریم. مایتین ببینیم پیشنهاد کدوم بازیکن دادن. نه پیشنهاد نیومد. فقط نشون میداد که آقای ساویچ رو گرفتیم. بله تمومه دیگه فکر کنم. بیام بیرون بیا بیرون خب یه سرچی میتونیم بکنیم. بریم ما
بریم جلوتر ببینیم چی میشه. خب داداشه گل اسکیپ زدیم، بیام یکم جلوتر. رسیدیم به 21م. ببینیم چی میشه. آو مای گاش، یه سورپرایز زیبا دارم براتون. این شما این سورپرایزمون بنتانکور خریدم. گفتم که به شما نشون بدم یه سورپرایز خوشگل باشه. بنتانکور خریدم، گفتم که ببینید از یوونتوس آوردیمش و به نظرم خیلی لباس قرمز به بنتانکور عزیز میاد. به نظرم به بنتانکور قرمز میاد. قرمز عالی. فقط بنتانکور رو گرفتیم بچه‌ها. بریم بذاریم داخل هافبک. بنزما رفته تاتنهام، باورم نمیشه. اوکی، به جای فرد میذاریمش کو داداشمون. آره بنتانکور. گفتم بنتانکور دیدم استایل خوبی داره، اصلا پاسینگ اینا خیلی خوب داشت و به نظرم یه چیز دیگه، من هری مگوایر رو تازه دیدم، مثلا هری مگوایر رو ندیده بودم. تاکتیکا رو بشینیم، تاکتیکارمون رو ببینید. این دو تا رو بزنیم که تو حمله بیان جلو. اوکی، اینا رو هم بزنیم کانتر اتاک کنیم. همین تموم. اینا میکشیم خط آف 3 کیلو عقب. اینا چه میکنیم واسه کنم که نه نتونن. خب داشتم میگفتم دیگه هری مگوایر رو من ندیده بودم، کلا ندیده بودم و خدا رو شکر که یه دفعه نگرفتیم و خدا با ما یاری بود دیگه. خدا با ما یاری کرد و همین. و بریم ببینیم چی میشه. تو ادامه بارا باختیم. بله تو اون فصلی که می‌خواستیم از دست دادیم. جام بود چون خیلی اولین بار حالا دارم وارد مستر لیگ میشم. بازی اولمون آرسنال. به نظرم بازی اول لیگ رو بریم بازی کنیم که یک گیم پلی خوبی باشه. مطبوعات، بله مطبوعات اول چپتر 1 قسمت اول جسیما من میزنم بریم میبریم. به خدا من این میتونید فقط میبریم زان خودم. خب اولین بازی لیگ رو میریم بازی کنیم پر قدرت. به نظرم 2-1 میبریم یا 2-0. خب ببینید دت ساید جولم میریم میبریم. قدرتمند، فوق‌العاده زیبا. میریم 3 تا میزنیم، 4 میزنیم، 5 میزنیم، برمیگردیم میایم با برد به خانه. تشویق میکنم همتان را، فوق‌العاده هستی شما. ما پرجدرت میایم میبریم میریم. خدا نگهدار. بای بای به شما. خدا دیگه مسخره بازی ول کنیم دیگه. با مغز، با فکر، با تفکر برید جلو و پاس بدید تموم کنید. بله اینو ببینید ترکیب 11 ترکیب یعنی چی؟ 11 بازیکن منتخبای رایان گیگز. بعضی میپرسن چرا رایان گیگز رو انتخاب کردی؟ خودم هم نمیدونم. گفتم که اسطوره منچستر یونایتد رو بیاین هم خودش که اصلا رایان گیگز مربی بوده یه جایی. اگه جای مربی بوده حتما داخل کامنت بنویسید. واقعا من نمیدونم جای مربی بوده یا نه. یا اولین چی میگم بهش، اولین چی میگن نمیدونم یادم. بگذاریم رسیدیم به بازی اول لیگ برتر انگلیس پریمیر لیگ و PS21 مستر لیگ. حتما لایک، کامنت، فالو، کامنت، سابسکرایب یوتیوب فراموش نکنید. خب بچه اینجا کات زده شد. گفتم بله کات میزنیم 100% نمیشه، یعنی 50 دقیقه میذاره. خب اولین موقعیت انشالله بریم. موقعیت کاوانی پاس میده برای الکس تلس. برای کاوانی این شوت سکس خطرناک دیگه. 8 مسابقه Cavani just couldn't steer it on target. Everything else was up there. خب بازی رو شروع میکنه. بازیکن آرسنال پاس میده. بنتانکور به دنبال توپ. اولی بازی بنتانکور توپ گیری. بنتانکور پاس میده تک به تک کاوانی. خود کاوانی ضربه کاوانی میگیره. باورم نمیشه چجوری گرفت. مت چجوری اینو گرفتی؟ عجیبا غریبا. موقعیت هست دوباره. گرین‌وود موقعیت شوت دروازه‌بان و بوکایو ساکا دفعه چپ بازی میکنه. این فصل دفعه چپ دیگه. یه موقعیت دیگه شکل گرفته پول پوگبا. خطا گرفته میشه. این صدا رو دیدی اصلا باکسر معروف. خب میخوام بزنم کاچتر. من کاچتر اصلا بلد نیستم. این سرلی تنوک رفت. برونو فرناندز عالی زدم. خودم فکر نمی‌کردم. خب یه موقعیت دیگه عزیزم تاکل زیبا. حالا تو برای کاوانی پشت آسر آفساید نیست. گرین‌وود بزن گل اول. گرین‌وود گل اولین گل منتخب زده میشه به توسط گرین‌وود.
شماره 11 یونایتد شماره خودش اشاره میکنه به اسم خودش و همینطور شماره گرین‌وود. چقدر این بازی خوشگله. ببینید چه سانتی نپشتی به فعالی و این ضربه دقیق اریک کاوانی که پاسی داد به گرین‌وود. خب آخرین دقایق تا پایان نیمه اول همون تکل آقای گرین‌وود بازیکنان میکل آرتتا نمیتونه ببره. مطمئن باشید که باز هم نمیتونه ما رو ببره. یونایتد امسال میخواد قهرمان لیگ بشه انشاءالله. خب داداشای گل انقدر خوب گفتن که خودم موندم. حالا موقع است این بار بیاسینون کی زد اینو؟ چقدر بد کسافت چی بود؟ خیلی بد زد. خطرناک باور نکردنی میزنه. یه موقع است این سمساد سرویس چجوری گل نشد. اولی خوب چقدر دقیقه 70 مارکوس راشفورد گل دوم و تشویق رایان گیگز اولین مسابقه گل حوازه رو میخواد بالا ببره رایان گیگز. این سرمربی بلژیک نمیدونم گفتم دیگه اگه سرمربی جایی کرده حتما داخل کامیته بنویسید. حالا دقیقه 81 بود. آرسنال فشار میاد واسه گل اول ولی نمیتونه. چی ببرید؟ اتفاق ناممکنه یا ممکنه خدا میدونه. یه پاس دیگه گرین‌وود موقعیت کاوانی فوق با موقعیت از برای کاوانی میگیره در برگشت گل پرس میکنه دبل مارکوس راشفورد در شبی که حالا میتونست کاوانی یه گل پاس گل داشته باشه. مارکوس راشفورد میتونیم بگیم با چشم شانس گل سفر رو میزنه. دقیقه 85 رایان گیگز اول میگه و اتمام. حالا دیگه تمومه. بله سوپرداره و 3-0 تا 2 شد. یک گل گرین‌وود. این شد از این و آقای دیوید لوئیز اسطوره آرسنال میتونم بگم واقعا لوئیز خیلی به نظرم عالی بود. بود اولین مسابقه اولین مسئله اولین موضوع بحث لیگمون و دوم جدولیم. اوکیه به نظرم خیلی اوکیه. بچه کات میدیم اینجا که برسیم به نیم فصل. برو بریم. خب داداشای گلم رسیدیم به نیم فصل. خودتون میدونی که دوم فصلیم. این از پیشرفت‌های بچه‌ها که بنتاکور یه دونه پیشرفت کرده. من حالا حضور ذهن زیادی ندارم. حتما خودتون ببینید از اول ویدیو و اینجا برید ببینید که تغییراتی داشته پیشرفت کرده یا نه. فکر نکنم زیاد پیشرفت کرده و کانی 33 سالشه. باید یه مهاجم داشته باشیم. آره دوری مالن هست. مالن کیه؟ مارسیال ببخشید عزیزان. مارسیال هست. مارسیال چرا مارسیال نذاشتیم؟ کاوانی رو گذاشته بودیم. مارسیال به نظرم بهتر است حتی کاوانی هستش. ببینید آره دیگه 97 هم هست قدرت تیممون و دیدی که 97. خب میزنیم نکست اوقع. خب میبینیم که از نقل و انتقالاتیم. بله فکر کنم روز اول نقل و انتقالاتیم. ببخشید روز اول نقل و انتقالاتیم. ببینیم چه اتفاقی میفته و بله مدیر عامل رو میبینیم. نمیدونم مدیر عامل چیه نمیدونم. خب بچه‌ها من اومدیم یکم جلوتر کمی نه که خیلی نه اومدیم جلوتر یه کات ریزی هم دوباره دادیم 4-1 آرسنال رو بردیم اولین بازی. خب بچه‌ها من گفتم بیایم ببینیم چی میشه. بازی صدر جدولی میخوام فینال جام حذفی و بردیم. باورم نمیشه جام حذفی چیه انگلیش کاپ نوشته. بردیم قهرمان شدیم. باورم نمیشه. فکر کنم لیگ هم قهرمان شدیم. خب دوستان عزیز ببینم 3-1 اورتون رو بردیم و بله 100 امتیاز قهرمان لیگ هم شدیم. اینا یادم نمون دوستان کات داده بودیم. اینم از تیم منتخب راشفورد و برونو فرناندز و داوید دخا از تیم ما وندایک و ریگلون و سون هیومین و آقای نیلسون سمدو تییاگو سیلوا کین و لوئیس آلبرتو توماس پارتی هستن بازی منتخب. خب دوستان رسیدیم. باورم نمیشه. میخوایم بریم سگانه به دست بیاریم. منچستر سیتی منچستر یونایتد دربی. میخوایم بریم بازی کنیم فینال قهرمانان اروپا بعد از سر الکس فرگوسن. این بار توی مسئله لیگ PS 21 قرار منچستر یونایتد رو انشالله به لطف خدا قهرمان کنیم. قهرمان
و سگانه بگیریم ببینیم چی میشه. بریم اینم از ترکیب میخوام ترکیب عوض کنم ببینیم که همین ترکیب هیچ تغییر نداشت خیلی. خب برگشتیم بچه ها، چقدر عالی. این فینال چمپیونز لیگ باورم نمیشد، باورم نمیشد که میدیدم. حالا بریم خواست بکنیم. خب موقعیت هست برای عزیز برونو فرناندز. گرین‌وود، خود گرین‌وود پاس که بنی آرون ون-بیساکا ساندری در روز سیون میسن درده شده نیرسون. حالا این بار موقع برای سیتی سنها سچ زیبا مگوایر خطا. سری بازی آغاز میکنن. ایلکای گوندوغان برای رحیم استرلینگ. خود رحیم استرلینگ تو گیری برای اونجا خود زینچنکو هستش برای رحیم استرلینگ. سانت دیدنی زن گل برای سیتی و سرخیو آگوئرو این آرژانتینی گونه اول رو میزنه و رایان گیگز این گونه ناراحته و چقدر سریع الان رقم مسابقه ای که منچستر یونایتد بهتر از سیتی بود گل اول برای سیتیزن ها. حالا یه موقعیت از این بار مارکوس راشفورد دقیقه 33 یه چیز دیدنی نافت به تیر دروازه خوب میکنه. چقدر بدشانسه این منچستر یونایتد، چقدر بدشانسه. سیاسشون یه پاس میده تک بده گرین‌وود تو نبارشه. گرین‌وود گل اول گرین‌وود چه میکنه گرین‌وود. این ستاره انگلیسی بودن گرین‌وود نمیدونم. یه گل دیدنی و گل تساوی بخش تو پایان نیمه اول نشده گل تساوی رو میزنه هرچند طول کشید. بله ببینید چه گلی. تو پایانه نیمه اول هم دیدیم مشاهده کردیم 1-1 دقیقه 15 دقیقه 38 گرین‌وود و سرخیو آگوئرو دیدیم که چی شد. آقای رومانی کی میبریمت داداش. یه موقعیت هست دیگه یه موقعیت این بار اینشالله گل شه. برونو فرناندز برای موقعیت گرین‌وود چه موقعیت از گل. وای چقدر بدشانسی. موقعیت دوباره بیان پرس کنیم دیگه. وای چقدر شانسی آگوئرو، چقدر شانسی آگوئرو. این میزنه وای خونم اخراج بشه. آرون ون-بیساکا تکله نجات بخش. اخراج یا نه اخراج آرون ون-بیساکا 10 نفر یونایتد باید ادامه بده. اگه مساوی بشه خیلی سخت میشه به اضافه و این واقعا خیلی خوب کار کرد آرون ون-بیساکا. این تعریفش کنیم تعریفش که نگیم کنیم به نظرم بنتانکور رو تعویض کنیم. اوکی بیانیم اینجا و کی هستش میتونیم لیندلوف رو بیانیم 75 میشه اشکال نداره. سیبیش میکنیم دیگه. بیا اینجا بینم اینجا آره سیبیشو. کورنر برای سیتی یه ساعت سری سرفوخن خطرناکه. نفرشون کار دست ما داره. دقیقه 75 موقعیت هست برای راشفورد. 1-2 این زده و فکر کنم گل نشد. گل نمیشه. رایان گیگز چیکار داره میکنه این تیم؟ 10 نفری میخواستیم برنده چی؟ خب 1-1 ادامه میدیم وقتی اضافه رو. موقعیت هست بگیر تو خدا. دقیقه 105 ببخشید این زده گل شد. علی کاماری طلایی علی کاماری گل میزنه. گل دیفنس رو بکنم باز ندادیم. است پایان وقت اضافه نیمه اول زده شد 2-1. رایان گیگز چه کار بزرگی رو داری انجام میدی رایان گیگز. 2-1 بچه‌ها بریم نیمه دوم وقت اضافه رو پشت سر بزنیم و قهرمان شدیم. دقیقه 117 پوگبا پاس میده گرین‌وود دبل میکنه. با یه چیپ ناز همون خوشحالی همیشگی گرین‌وود من میتونم بهترین بازی کنه این فصل انتخاب کنم چون هر وقت که بنی باش بازی کردم در مقابل شما که دیدید چقدر گل‌های خوشگل و همی رو زده. پوگبا این پاس گل زیبا و چقدر ناز دیدنی. به ادرسون خوب بازی کرد. کارت شده این شماری خیلی خوب بازی کرد. 3-1 زدیم. 3-1 بکنم قهرمان شیم. واقعا یه کار بزرگ کرده تو پایان. تمام میشه.
3-1 خوشحالی رشفورد تادیچ این نه سابیچ اصلا چی دارم میگم خیلی زمانم قاصره. ببینید بنبیساکا ببینید اخراج بنبیساکا نبود الان گلگی عقب بود قشنگ باید در ذهنمون مرور کنید آرام بنبیساکا این اخراج انجام نمیده واقعا نمیدونم خودم میدونم که چرا گفته و برونو فرناندز رایان گیگز کاپیتان و سرمربی با هم خوشحالیشون رو به اشتراک میذارن. بریم واسه جام نه اول بندازیم بالا این آقای رایان گیگز چی کار کردی سگانه به این میگن انگلیش کاپ پریمیر لیگ و حالا قهرمانان بالا میبره وینر کاپ منچستر یونایتد. بنویسید داخل کامنت بنویسید که خب ببینم بنویسید منچستر یونایتد قهرمانه کل جهان بعد از سر الکس فرگوسن حتی رنگ روی فینال هم ندیده بودن تا حالا که رایان گیگز میاد نجات میده. این قهرمانی سهم همه ماست بچه‌ها. تمام جامو ببرید بالا میخوایم آتش بازی کنیم 3-1 بردیم تمام بهتر مسکن گیریم بود بالامون 7 فوق‌العاده بود فوق‌العاده زیبا. بچه‌ها لایک کامنت فالو اپرات و لایک کامنت سابسکرایب یوتیوب فراموش نشه و واقعا عالیه این مسابقه. خب بگذاریم ببینیم چی میشه. تمام میشه این فصل بله جاب آفر با واسمون آفرهای قرار بیاد بریم ببینیم چی کار کرده ترکیبو ببینیم مثلا. بله اومدیم داخل ترکیب بچه‌ها ببینید ترکیبو که حالا گفتم دیگه هر پیشرفت شده بزنید اول ببینید که پیشرفتا رو می‌بینید که پیشرفتا رو فکر کنم پیشرفت خیلی خاصی ندادیم. آره رشفورد پیشرفت کرده فکر کنم گرین وود. حالا بچه یه چیزی دیگه بگم لوک شاو پیشرفت کرده بود نسبت به آقای الکس تلس یه اوورال پسرفت کرده بود و به خاطر همین لوک شاو رو تو ادامه ها گذاشتیم که و اینا می‌بینید که اینا پیام‌هایی که فرستاده شده و ببینیم چند تا جام گرفتیم. اول از جام 3 تا جام گرفتیم انگلیش کاپ انگلیش لیگ و چمپیونز لیگ و پریمیر لیگ و انگلیش کاپ که حالا اف ای کاپ یا کاراباو کاپ هر کدومش که هست بشه به درک و اوکی تاتنهام اون پیشا داده اگه خواستید آقا به نظرم بگید ادامه بدید پارت 2 رو با تاتنهام ادامه بدید با هم یا با همین منچستر یونایتد. به نظر آقای سرجوریه تو پرسپولیس بازی میکنه سرجوری اینجاست بله سال 2021 سرجوری اینجا. خب بگید دیگه ناس کل ترکیب منتخب که نمیشه کل ترکیب یا تاتنهام بگید که آقا میخواید پارت بعدی تاتنهام با تاتنهام ادامه بدیم بریم نجات تاتنهام یا با همین منچستر یونایتد ادامه بدیم یا کلا قطع کنیم. اینو داخل کامنت ها میخوام توی آپارات یا هر جا تو یوتیوب بگید کامل و ممنون که این ویدیو رو دیدید. حتما کامنت لایک همه چی فراموش نشه تا ویدیو بعد خدا نگهدار.